یک مردی به زیارت برادر خود در آبادی دیگر رفت. پس الله در راه او فرشته‌ای فرستاد و این فرشته در راه این مرد به ظاهر یک مردی ایستاد و این فرشته با او بود و او را همراهی کرد تا به مقصد برسد. این فرشته از جانب خدا بود به صورت یک مرد و سپس از این مردی که برای دیدن برادر خود رفته بود سوال کرد: کجا می روی؟ گفت که من برای دیدن دوست و برادرم فلانی می روم. به او گفت: آیا می خواهی چیزی به او بدهی یا چیزی از او می خواهی؟ یعنی مثلا تو به خاطر کار رفته باشی یا مثلا از او چیزی قرض بگیری یا از او سوالی کنی یا اینکه او به تو نیکی و احسانی کرده باشه و تو می‌خواهی به او بازگردانی. آیا چیزی می‌خواهی به او پس بدهی؟ آیا با او کاری داری یا او با تو کاری دارد؟ گفت: خیر، به الله قسم نه، به جز این که من او را به خاطر الله دوست داشتم. من او را به خاطر الله دوست دارم. پس آن مرد به او گفت، کسی که در واقع فرشته بود و به صورت مردی در آمده بود، گفت که همانا من رسولی از جانب الله بودم که به تو خبر دهم همانا الله همان گونه که او را دوست داشتی تو را نیز دوست دارد. الله تعالی در حدیث قدسی می‌فرماید محبت من برای کسانی که به خاطر من با هم دوست شدند واجب است و کسانی که برای من به دیدار هم بروند و کسانی که به خاطر من با هم بنشینند و به خاطر من بخشش کنند. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جواب مردی که از او پرسید ای رسول الله، روز قیامت چه موقع است؟ به او گفت که چه چیزی برای آن روز آماده کردی؟ گفت که چیز بزرگی برای آن روز آماده نکردم بجز این که الله و رسولش را دوست می‌دارم صلی الله علیه و آله و سلم. به او گفت که تو با کسی خواهی بود که او را دوست می‌داشتی. انس میگوید به الله قسم از هیچ چیزی به این اندازه خوشحال نشدیم. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کرد که دو نفر که به خاطر الله با هم دوست شدند و به خاطر او از هم جدا شدند، یعنی حتی اگر از هم دیگر جدا شدند، یکی در سرزمین دیگری و دیگری در سرزمین دیگر، فقط نه این که به سبب مشکل مالی از هم جدا شوند و نه به خاطر اختلافات خانوادگی و غیره، لکن اوضاع زندگی آنها را به این انواع داشت. بنابراین آنها بر محبت و دوستی الله با هم جمع شدند و هنگامی که از هم جدا شدند هر کدام از آنان دیگری را دوست داشت و برای او دعا میکرد. پس آنها مستحق این هستند که در روز قیامت در زیر سایه عرش الله الرحمن عزوجل قرار گیرند.